کاشته زدن توی FC25 یکی از مهمترین مسائلیه که اگه بدونید چطور وقتی کاشته گیرتون میاد ازش استفاده کنید میتونید توی بازیایی که گره میخورن کارو در بیارید. یه پسر به BS Game Show خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ روش‌های کاشته زدن توی FC25 که مکانیزم کاشته زدن نسبت به پارسال تغییری نکرده، اما روش‌های جدیدی رو توی این ویدیو توضیح میدم که میتونه به دردتون بخوره. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. یکی از مهمترین نکات برای هر ضربه آزاد انتخاب بازیکن مناسب برای کاشته است که دقیقاً به همون اندازه که قدرت شوتتون و نوع کاشته‌تون توی گل شدن توپ تاثیرگذاره، انتخاب کردن بازیکن درست برای کاشته زدن هم از اهمیت بالایی برخورداره. پارسال بود که با اضافه شدن پلی استایلا به بازیکن‌ها توی بخشی که توش پلی استایل داشتن قوی‌تر عمل می‌کردن که بهتره برای انتخاب کردن بازیکن درست برای کاشته اون بازیکنی رو انتخاب کنید که پلی استایل ددبال رو داشته باشه که طبق توضیحات خود بازی کسی که این پلی استایل رو داشته باشه کاشته‌هاش علاوه بر سرعت و دقت بیشتری که داره این خط کاشته‌ش هم بلندتر میشه که توی تصویر کاملا میتونید تفاوت بازیکنی که این پلی استایل رو داره و بازیکنی که این پلی استایل رو نداره رو ببینید. ولی اگه همچین بازیکنی توی ترکیبتون نبود کافیه بیاید توی ترکیب و داخل بخش اساینمنت بازیکنی رو انتخاب کنید که قدرت شوت، دقت کاشتش و کاتش از بقیه بازیکنای تیمتون بیشتر باشه. که امسال هم توی بخش اساینمنت میتونیم به طور جدا توی این بخش کاشته های سمت چپ و راست رو به بازیکنای متفاوتی بسپریم که خیلی جالبه. حالا برسیم به ساده ترین نوع کاشته زدن که قبلش اگه اولین سالیه که با این سیستم آشنا میشید باید بدونید که با آنالوگ چپ میتونید دوربین رو چپ و راست کنید که این تعیین میکنه که کاشته‌تون دقیقاً به چه نقطه‌ای زده میشه و با آنالوگ راستتون میتونید این نقطه رو جاش روی توپ عوض کنید که مدل کاشته‌ای که میزنید و ارتفاع کاشته رو تعیین میکنه. اما توی اولین روش میرم سراغ این کاشته که از همشون هم ساده تره و لازم نیست به آنالوگ راستتون دست بزنید که فقط کافیه با آنالوگ چپتون این خط کاشته رو بیاریدش کنار شونه آخرین بازیکن توی دیوار دفاعی. بعد کافیه با توجه به فاصلتون بار شوتو پر کنید که اگه دیوار نپره از فاصله 18 متری توپو با 2.5 بار میشه گلش کرد. ولی اگه حریفتون با زدن دکمه مثلث یا وای دیوار رو بپرونه باید بیشتر پر کنید. مثل این مثال با این روش میتونید کاشته هاتون رو از فاصله 18 تا 25 متری گل کنید که هر چقدر که فاصلتون بیشتر بشه مثل مثالایی که روی تصویر میبینید باید بیشتر هم بار شوتتون رو پر بکنید. اما حتما یادتون باشه که توی کاشته ها از تایمد فینیشینگ استفاده کنید، اینجوری شانستون برای گل زدن بیشتر میشه. برای زدن تایم فینیشینگ اول بیاید توی تنظیمات دسته و مطمئن بشید که تایم فینیشینگتون روشنه. بعد وقتی خواستید کاشته بزنید، بعد از اینکه بار کاشته رو پر کردید و بازیکن شروع به حرکت کرد، باید زمانی که پاش میخواست به توپ بخوره دوباره دکمه شوتو بزنید تا اینجوری بالای سرش سبز بشه و قدرت و سرعت توپتون اینجوری بیشتر میشه. حتما ازش استفاده کنید، خیلی میتونه به گل شدن توپ کمک بکنه. برسیم به یه روش کاربردی دیگه، یعنی پاور فری کیک که با توجه به اینکه قدرت زیادی داره توی مسافت‌های بیشتر از 25 متر باید ازش استفاده کنید. البته توی مسافت‌های نزدیک هم خیلی جوابه. برای این کاشته باید اول این نقطه کاشته رو بیارید بچسبونید به این کنار، بعد ببریدش بالا تا نوشته زیر توپ به اینساید فوت لو تغییر کنه. بعد یه مقدار بیاریدش پایین تا دوباره نوشته زیر توپ اینساید فوت کرلد بشه. بعد باید این خط کاشته رو بیارید کنار شونه آخرین بازیکن تو دیوار، یه مقدار بیاریدش این طرف تر، چون قرار زیاد پر کنیم توپ کات بیشتری میگیره و ممکنه توپ از مسیری که میخوایم خارج بشه و اینجوری میره تو دست دروازه‌بان. یه مقدار میاریمش اینورتر که توپ دقیقاً به جایی بره که میخوایم. برای بار شوت هم باید بیشتر از 3 بار پر کنید تا 3.5 بار هم میتونید اینجوری توپو گل کنید. ولی اگه فاصلتون مثل این مثال تا 35 متر بود باید بیشترین حد ممکن رو پر کنید تا توپ گل بشه. حواستون باشه برای این مدل کاشتا اصلاً مهم نیست که بازیکنتون کاشته زن خوبی باشه، فقط باید قدرت شوت بالای 90 داشته باشه.
پس برای انتخاب بازیکن حواستون باشه که بازیکن درستی رو برای پاور فری کیک انتخاب کنید تا بتونید دروازه رو باز کنید با این روش، که با استفاده از همین روش هم میتونید توی زاویه‌های خیلی بسته مثل این مثال میتونید توپو گل کنید، که البته مثل پارسال این کاشته‌ها خیلی زیاد گل نمیشن توی زاویه‌های بسته، ولی هنوز به درد بخورن و میتونن کمکتون کنن. برسیم به یکی از کاربردی ترین کاشته های این ویدیو که مهم نیست که فاصلتون تا دروازه 30 متر باشه یا چسبیدید به محوطه جریمه. توی هر دو حالت میتونید دروازه رو باهاش تهدید کنید. اینجوریه که زمانی که کاشته گیرتون اومد کافیه L2 یا LT رو بزنید تا یه بازیکن دیگه بیاد کنارتون. بعد باید L2 رو نگه دارید و یه دونه تقه روی دکمه سانتر بزنید تا توپ اینجوری کاشته بشه براتون و با پاور شات میتونید دروازه رو باز کنید. امسال گلرها روی پاور شات ها به شدت ضعیفن و راحت گل میخورن. برای زدن پاور شات هم کافیه L1 و R1 یا LB و RB رو نگه دارید و شوت بزنید تا اینجوری دروازه باز بشه. البته اگر روی تنظیمات پس بازی میکنید باید به جای R1 یا RB با R2 یا RT اینجوری پاور شات بزنید. توی کاشته بعدی هم میرسیم به ناکل بال که یه مقدار زدنش از بقیه سخت‌تره و باید مرز بین کاشته بیرون پا و بغل پا رو پیدا بکنید تا بتونید ناکل بزنید. برای این کار کافیه این نقطه رو بیارید به مرکز تا نوشته زیر توپ به اوتساید فوت تغییر کنه و بعدش دوباره باید برگردونیدش یه ذره عقب‌تر، اینجوری نوشته زیر توپ به اینساید فوت تغییر پیدا میکنه. وقتی این اتفاق افتاد یعنی قرار کاشته ناکل بزنید. بعد باید این نقطه رو باهاش بازی کنید تا خط کاشته به صافترین حد خودش برسه. این یعنی کاشته‌تون قرار نیست که خیلی اینجوری از مسیر منحرف باشه. اگه خط کاشته‌تون خیلی به سمت چپ یا راست باشه وقتی کاشته میزنید این اتفاق میفته. بعد باید بین 3 تا 4 بار پر کنید با توجه به فاصلتون. فقط حواستون باشه که اگه 4 تا بار پر کنید توپ میره پیش مارادونا، پس این کار رو انجام ندید. اما دونستن این اطلاعات به تنهایی کافی نیستن و باید حتما کاشته ها رو با بازیکنهای متفاوت تمرین کنید، که برای تمرین کردن 3 تا بخش توی بازی وجود داره که اولیش توی اسکیل گیمز و میتونید توی این قسمت کاشته ها رو اینجوری تمرین کنید که خب کاشته ها قابل تنظیم نیستن و از یه سری فاصله از پیش تعیین شده میتونید کاشته بزنید. بخش دیگه پرکتیس آرناه که میتونید به طور دستی جای کاشته رو تنظیم کنید، ولی همیشه این دفاع راستتونه که میاد که کاشته رو بزنه و اینجا مشکلات خودشو داره. ولی کامل ترین بخش تمرینی کاشته توی آلتیمیت تیمه که باید بیاید داخل مومنتس و اینجا توی بخش ست پیسز میتونید کاشته رو تمرین کنید که با تیم خودتون داخل آلتیمیت تیم میتونید این کار انجام بدید، که سناریوهای از پیش تعیین شده توی بازی واقعی رو میتونید اینجوری تمرین کنید. ولی حواستون باشه که باید حتما برای کاشته زدن توی بخش مومنت به اینترنت وصل باشید. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. اگه سوالی داشتید حتما داخل کامنت ها ازم بپرسید و تا ویدیوهای بعدی catch you later boy.